اینجا قریب یک حادثه ثقیل شده بود. اینجا دیگه دو قسم تخم است. من چون دوستا فضای سوق است دیگه، بهترین فضا. سلام برسه براتان، امید خوب و صحتمند باشین. بریم دیگه برای سوق یکان چیزی بگیریم بخوردن دیگه. در پاکستان جز تخم دیگه چیزیم نیست دیگه. تخم بس خلاص کرده یک پراتک خود اینا میگه اورم خودشان میخورن دیگه. از خوردن ما و شما خونه سو. اینجا دیگه دو قسم تخم است. من چون کدامش بگیریم عزیزتان. بیادرها دیگه سودا مودا را گرفتیم. همین 9 اونمون طرف سرک اونو یک خالیگاه که است. اونجا قریب یک حادثه ثقیل شده بود. خب بعد شد دیگه، اگه پلاو درک شده بود. از این مردم گرچه پلاو درک نیست ولی چیز میتن، چی میگه، بریانی. دوستا فعلا دیگه 4 دیگر است. میریم دیگه همون طرف همین شیرزایجان در سالمونیز دیگه همون رو یک ببینیم. طرف خانه که می آمدم دیگه اینم یک لیز و یک کپچینو گرفتم، خاطر که از طرف شو که بچه ها گیم پابجی که میزنیم بازی چیزا باشه یک مزه دیگه داره. نه دوستا فعلا دیگه از طرف شیرزایجان که آمدیم میسو اونمو قهوه و لیزه گرفتیم و فعلا دیگه سر تخت بام. فضا خیلی خوبیش است، بهترین فضا و لذت میبریم از فضا دیگه. تا ویدیوی بعدی خدا یارتان دیگه.